جوازش. اعتبار نداره. تمدیدش میکنم. هر وقت هم دید کردی بیا مسجد بگیر. ببخشید توی بانک نمیشه صحبت کرد. چقدر میتونی الان بدی؟ الان که هیچی که نمیشه، باید یه خورده بدی من بتونم کارتو پیش ببرم. فکر نداره، میارزه. پولی که میخوای به من بدی به اندازه نصف معوقی اون وامی که گرفتی. تازه یه مصوبه برات میگیرم، کل این بدهی وامتو میندازم 2 ماه دیگه. 2 ماه دیگه هم میرسی به عید، بازار شب عید داری، مایاتو میفروشی، پول میگیری، میای بانک هم تصفیه میکنی، خلاص. فکر میکنی پول فقط من برای خودم میخوام؟ رئیس بانک هست، معاونش هست، رئیس دایره شعب هست. این پول باید بین اونا هم تقسیم بشه. باش فردا میارم. امروز میدادی خیلی بهتر بود، حداقل سود امروز برات نمیافتاد. یه موقع نکنه نیایی تمام این سودا رو هم جمع میشه بیچارت میکنه. بیایی حتما. توی هیچ کدوم از درساش خوب نیست اصلا. یه بار خب خانم اجازه گرفت خب بره دستشویی، بعدش بوفر نگاه کرد، تو جیبش هم پول بود، یه چیزی به فکرش اومد، خب همون کار انجام داد. مای کوچولو گفت آره مادر باید برم. مادرش گفت آخه صبح به این زودی کجا میخوای بری مادر؟ فکرشو نکن، همین که 4 ستون بدنت سالمه خدا رو شکر. پول میاد و میره. یه روز هست خوب میخوریم، یه روز نیست کم میخوریم. جوونی کار میکنی، هر چیزی از دست دادی دوباره به دست میاری. کاری که فکر میکنی درست انجام بده. سهر وانه آره مای وانه چشه؟ بیا رزا جون، کاری نداری؟ نه خداحافظ. خداحافظ.
همون که گفتم بیشتر نمیبرمش. پولش لازم دارم الان. یک هفته طول میکشه من اینو بفروشم. قیمت مصرف کننده گفتم بهت. ولی اگه یه 300-400 تومانی اگه بخوای کم کنی خودم برش میدارم. نه 300-400 تومن؟ خیلی گرفتارم، پول لازمه. باشه همه گرفتارن. خب منم این چیزی باید ببرم این وسط یا نه؟ چه اینقدر دیر کردیم؟ ما داشتیم تعطیل می‌کردیم می‌رفتیم. ماشین ندارم. ماشین نداری؟ واسه خیابون که نمی‌تونیم سراغ. این ماشین رو چیز دست درد نکنه. خیلی زیاده. نظرم عوض شد. میخوام جریمه رو بدم. مسخره کردی مرد حسابی. با رئیسم صحبت کردم، با معاون شعبه صحبت کردم. ببخشید. را دستم نیست. الان فکر کردم مشکل داری. مشکل که دارم، ولی نمیخوام مشکلمو اینجوری حل کنم. تو از اونایی هستی که واسه خودت مشکل درست میکنی. آدمی که پول نداره واسه شیرینی هم که میخواد بده چونه میزنه. آقا نکنه میترسی. از چی؟ اگه میترسی ناراحت نباش، هیچ کی متوجه نمیشه. نمیترسم. نمیخوام رشوه بدم. نمیخوای دیگه. بیا پیش خود باشه. پاشو بریم قبل از اینکه شعبه تعطیل شه اصل جریمت رو بده. من یه دقیقه جلوتر هستم. شما خودتون اگه توی مدرسه یه بچه دعوا بگیره شلوغ بکنه چیکار میکنین؟ تنبیهش میکنین دیگه؟ ما اول تذکر میدیم. ما تذکرها رو دادیم. بار اول نیست. شوهر من آدم آرومیه. ببینی چقدر اذیتش کردن که باشون درگیر شده. مملکت قانون داره خانم. اینجوری نیست که دو نفر با هم اختلاف داشته باشن بعدم اون یکی بیاد این یکی رو به قصد کشت بزنه. بله در صورتی که قانون برای همه باشه. قانون برای همه است. حالا تازه چیزی نشده که
یه امشب مهمان ماست، فردا میره دادگاه تا ظهر تکلیفش روشن میشه. عسکری خانوم ببر شوهرشو ببینه. 5 دقیقه. چه ملاقاتی دیدی؟ بیا لباساتو بگیر عوض کن. فکر کردی عباس این وسط چی کار است؟ یه کارگر فقط. ول کن این بدبخت تو رو خدا. دعواست دیگه پیش میاد. حالا از فردا پچ بچه ها تو مدرسه شروع میشه. فردا با یه جریمه سرتای قضیه هم میاد. صبح قبل اینکه بری سر کار آب استخراج چک کن. حواست باشه دوباره جلو آبو نبندن. ببندن. چی کار میتونم بکنم؟ وقت تمومه. فردا میام دادگاه. صبر کن. دوست ندارم یه دادگاه، خودم یه جوری حلش میکنم. باش. خدا. پاشو برو تو. بفرمایید. یه نامه میخواستم. نامه؟ بله. نامه چی؟ یه نامه از شورا که توش نشون بده شرکت نوبت آب مزرعه ما رو قطع کرده بود. شورا در مسائل شخصی مردم دخالت نمیکنه خانم. مشکل آب منطقه شخصیه. این شرکت هر وقت که بخواد آب رو هر کی دوست داشته باشه میبنده. بله. مشکل آب منطقه شخصی نیست. ولی شورا از شوهر شما نخواسته که بره مسئله آب حل کنه. یعنی شما نمیخواین هیچ حمایتی از شوهر من بکنین؟ بازم گفتم که شورا در مسائل شخصی مردم دخالت نمیکنه خانم. هی میگین شخصی بابا، به خدا اینا دارن زور میگن. شما بگو چیکار؟ نمیدونم یه نامه بدین که از طرف شورا که نوشته شده باشه به خاطر فعالیت‌های غیرقانونی شرکت آب منطقه دچار مشکل شده. ببین دختر جون، ما رو با اینا در ننداز. از من میشنوی؟ برو سر درس و مشق. مامان جان تموم شد؟ تموم شد. بشام. باش. چی میگی تو؟ برای چی اونو آزاد میکنی من نگه میداری؟ به تو چه؟ زیر زیادی بزنی میدم تا حیات لختت کنن تا صبح از سرما سگ لرزه بزنی. بیا رو بلند شد. بسته. من چیکار کردم؟ عسکری گزارش پاسکست اگه نشون ببری. چش رئیس.
هر دوتا با قید وثیقه آزاده. وثیقه چیه؟ من میخوام با قاضی حرف بزنم. تو که حرفات تو پاسکار زدی. قاضی هم گزارش پاسکار رو خوندی. دیگه میخوای چی بگی؟ کدوم گزارش؟ اینا پاسکار رو خریدن. مگه من چیکار کردم که این قاتلا بهم دستمن زدن؟ من میخوام با قاضی حرف بزنم. قاضی اگه صداتا بشنوه برات بد تموم میشه. فعلا که حکم صادر نشده. زنگ بزن خانوادت بیان برات وثیقه بیارن. آزاد شدی. خودم ترتیب میدم بیای با قاضی حرف بزنی. قاضی هنوز رأی نداده. تقاضا دادم ببینمش، ولی منشیش میگه بهتره باشه بعدم. فقط الان وثیقه لازم دارم. نمیدونم. یه لحظه گوشی. ببخشید. پیش حقوقی همسرم میشه؟ کارمند آموزش پرورشه. مال منقول یا غیر منقول بالای 50 میلیون تومان. قبل از پایان وقت اداری. میگه سند ملکی بالا 50 میلیون. سند خودمون نمیشه. گروام بانکه. پیدا میکنم. رضا فقط 2 ساعت دیگه وقت اداری تمومه ها. من اصلا نمیدونم برسم نرسم. باشه خداحافظ. خانم دارایی رفتن. دارایی جان، من یه کار واجب برام پیش اومده، بعد زودتر برم. مگه نمی‌خواستی با مادر دختر حرف بزنی؟ گفتم بیا. کدوم دختره؟ همون اخراجیه. خودت بهش زنگ بزنی، چیزی سر هم بندی کن بده واسه فردا. دست درد نکن. باش. خداحافظ. آقا هنوز که ساعت 2:30 نشده. تعطیله خانم. یعنی چی تعطیله؟ هنوز که ساعت 2:30 نشده. ارباب رجوع تا 1:30. آقا شوهرمون توه، سند آوردن. فردا ان شاءالله. یعنی چی فردا؟ میگم شوهرمون توه. متهمو که تا این ساعت اینجا نگه نمیدارن. حتما بردن زندان. زندان چرا؟ مگه چیکار کرد؟ آقا تو رو خدا این درو وا کن بیام تو ببینم چه خبره. کسی نیست که جواب شما رو بده. حتما بردن زندان. فردا ان شاءالله. آقا من میگم شوهرم تو زندانه، شما میگی برو 3 روز دیگه بیا. خانم شوهر شما افتاده زندان خلاف کرده، به من چه ربطی داره؟ شما کجا میدونی شوهر من خلاف کرده؟ من دارم کارامو میکنم. 3 روز طول میکشه کارشناس بفرستم، 3 روزم طول میکشه استعلام باید بفرستم. هیچ راهی نداره. آخه یه جواب استعلام دادگاه چیکار داره؟ نمیشه خود زودتر انجامش داد. هر جوری که فکر یه می‌کنی. هفته کار. آقا چه خبره یه هفته؟ مگه چیکار باید بکنین؟ من میرم پیش رئیس تو شکایت میکنم. طبقه پایین اتاق اول رئیس اونجاست. حدیث وایسا. رضا اونجا گیر افتاده. اینجوری می‌خوای درش بیاری؟ بده من. برو تو ماشین میشینه بریم. حل شد. اسممون رو گذاشت اول لیستش. گفت فردا 9 صبح اینجا باشیم بهم کارشناس میدم. چجوری حل شد؟ چجوری حل شد؟
برگشتی؟ تموم شد؟ نه بابا، امشب اونجا میمونم. ای بابا، برای چی آخه؟ چه میدونم، کاغذ بازی. چه خبر؟ خبری نیست، فقط مادر این دختر صبحونه. کدوم دختره؟ همون دختری که قرار بود باهاش حرف بزنی، اون اخراجیه. خب چی شد؟ باش حرف زدی؟ نه، گفتم خودت باهاش حرف بزنی بهتره. دارای جان خودت میگفتی دیگه. چی بگم آخه؟ بیچاره مادره خیلی گریه میکرد. مگه میدونست قضیه چیه؟ حالا اینجور که این گریه میکرد فکر کنم همه چی رو میدونست. بیچاره دخترش آروم درس خون. خیلی دلم براش سوخت. کاش میشد یه کاری براش بکنم. چیکار کن؟ من شنیدم اگه یه آگهی تو روزنامه بدن مشکلشون حل میشه. آگهی بده که چی؟ آگهی بده که نیستم. دارای جان خودش میدونه، حتما دوست نداره. خانم یه آگهی تو روزنامه کاری نداره که. ولی بچهش باید این کارو بکنه دیگه. اون دفتر بزرگی رو بده. چشم. اگه بهش نمیدادم که یه جوری کارشناسیشو مینوشت که حالا بیا بوده. بعدم فکر میکنین چقدر مگه حقوق میگیرن؟ نمیچرخه زندگیشون با حقوق کارمند. مطمئنم اگه رضا بود نمیداد. حتی اگه من تو زندان بودم. یاد میگیره کم کم. دیگه کی؟ زندگی به همه یاد میده. یکی زود یاد میگیره، یکی دیر. یکی خیلی یاد میگیره، یکی کم. خشمگین میشد و خشمگین سرحن پاک کن و فریاد میکرد و همه از او دوری بنویسن. سلام خانم. سلام. ببخشید من اینجا مزاحمتون میشم. من مادر زیبا هستم، شاگردتون تو مدرسه. بله خواهش میکنم. امرتون. منو خواسته بودی. من دیروز اومدم مدرسه، شما تشریف نداشتین. بعد با معاون صحبت کردم، گفتش که حتما باید به خودتون حرف بزنم. یکم دلشوره گرفتم چون همسایه‌ام گفتم بیام ببینم اینجا چیزی شده. یه نامه اومده از اداره در مورد دخترتون. باید از دبیرستان ما ببرینش. کجا ببرمش؟ شما که میدونین نزدیکه دیگه، دبیرستانی نیست. میدونم این دستوریه که رسیده، ما هم واقعا تو دبیرستان هیچ نقشی تو این تصمیم گیری نداریم. چی نقش داره؟ من از کی باید بپرسم؟ با کی باید حرف بزنم؟ خدمتتون عرض کردم که یه بخشنامه از طرف اداره است. منم مدیر مدرسه هم موظفم به دستورات اجرا کنم. ببینی خانم، ما با هم همسایه، ما 4 تا خونه بالاتر شما زندگی میکنیم. شما تو این سال از ما بدی دیدین؟ هیچ آزار اذیتی از ما شنیدین؟ من که شما رو نمیشناسم، ولی شما که شرایط اینجا رو خوب میدونین. دخترتون تو مدرسه نباید راجع به اینجور چیزا حرف بزنه. حتما یه چیزی گفته دردسر شده. چی گفته؟
شوهرم چی؟ بعد 20 سال بدون هیچ حق و حقوقی از اداره انداختنش بیرون. دخترمون نذاشتن بره دانشگاه، پسرمون نذاشتن درسشو تموم کنه. من چی کار کنم؟ اینجا اینجوریه دیگه. شاید بهتر برین یه جایی که نشناسنتون یا راجع به دینتون چیزی ندونن. کجا برم؟ شما میدونیم از کجا اومدی؟ بریم تو پسرم. تموم شد. تا چند ساعت دیگه آزاد میشه. فردا میام میبینمش. میرسونمت. خودم میرم. تو هم یکم استراحت کن. دستت درد نکنه مامان. خداحافظ. برا سهند بهش بده، بگو از تهران براش خریدی. گفتم این 4 روزه رو اونجا بودی. خونه داداشم اینا شب برش میگردم. برو یه دوش بگیر.
امضا. میخوای شکایت کنی که چی بشه؟ به جایی نمیرسی. اینا وصله. زمین تو بفروش برو یه جای دیگه. نفروشی آب و رود میبندن. دستت هم به هیچ جا بند نیست. امروز بفروشی بهتر از فرداست. نباید باشون در میافتادی. نمیخوای زمینتو بفروشی نفروش، ولی درگیرم نشو. کار عباسه. عباس عمله شرکته. سرخود که کاری نمیکنه. بهش گفتن یه چیزی بریز تو آبونم ریخته. رضا این زمینو میخوان. تو هم کاری از دستت بر نمیاد. گج بازی نکن. ازش شکایت میکنم. خسارتمو میگیرم. پس زن و بچه‌ت از اینجا ببر. الانم بری شکایت کنی تا برسه به گرفتن خسارت حداقل 1 سال طول میکشه. 2 ماه دیگه بعد کل بدهی بانکو بدی. دوباره میخوای 36% جریمه بدی، اصل بدهیت هم سر جاش. حقمو میگیرم. حتی بهت فرصت دفاع نمیدم. رأی دادگاه. به زودی. مگه دست عباس شکسته بود؟ تو کتکش زدی از من میپرسی؟ دست عباس نشکسته بود، ولی اینجا نوشته به استناد گواهی پزشکی قانونی. حتما یه کاری کردن دیگه. دادگاه با اوناست، پاسگاه با اوناست، پزشکی قانونی با اوناست، حتی دهدارم با اوناست. بردی ماشین رو فروختی، گفتی بدهی بانکو میدم تا شب عید مشکلاتمون حل میشه. حالا هم زندان رفتی، هم باید دیه بدی، هم ماهیامون مردن، هم کل دار و ندارمون به باد رفته. اگه همون اول کاری پوله رو داده بودی به اون کارمند بانک، به خدا این همه مصیبت سرمون نمی اومد. رضا باید مثل خودشون باشی، دنبال آشنا بگردی، تو دادگاه پول خرج کنی، وگرنه لهت میکنن.
اینجا رو بهشون میفروشیم. بدهی بانکو میدیم. میتونیم دیگه عباس هم بدیم. یه مقدار برامون میمونه. از اینجا میریم یه جای تازه. رضا دار و ندارمون این خونه و این زمینه. نباید به این راحتی ها دستش بدیم. هنوز به اونجا نرسیدیم که مجبور شیم اینجا رو بفروشیم. فعلا میشه یه کارایی کرد. بذار منم سعیمو بکنم. اگه نتیجه نداد بعد پیشنهاد فروش اینجا رو به شرکت بده. اگه بتونیم یه کاری کنیم که عباس دیگه رو نگیره، با پول بیمه میتونیم از اول شروع کنیم. من بیشتر اضافه کاری میکنم، شاگرد خونگی میگیرم، تو دوباره ماهی میریزی، جبران میکنی. برو اونجا وایسا. سلام. حالت خوبه؟ بله. تو من کلاس 11 نیستی؟ بله. چرا انقدر ریزه میزه موندی؟ عوضش خوشگلی. امروز پرونده‌تو میخوندم، از نمره‌هات معلومه که دختر باهوش و زرنگی هستی. بابات حالش خوبه؟ بله. دستش بهتر شد؟ دستش چیزی نشده خانم. مگه نشلسته بود؟ نه خانم. الکی گفتم؟ میدونی چرا گفتم بیای اینجا؟ نه خانم. میخواستم راجع به یه موضوعی بهم کمک کنی. یه وقتایی مردا با غرورشون یه مشکلایی درست میکنن که فقط زنای عاقل میتونن اون مشکلات رو حل کنن. میدونی بابای تو و شوهر من با هم دعواشون شده؟ نه خانم. بابات رفته دادگاه شکایت کرده که شوهر من زده دستشو شکونده، دادگاه هم 13 میلیون دیه واسمون بریده. میدونی چی کار کرده؟ نه خانم. رفته پزشک قانونی یه نامه الکی گرفته. قبول داری دیگه این کارش اصلا درست نیست. بله خانم. آدم نباید از موقعیتی که داره سوء استفاده کنه. هر کسی میتونه این کارو بکنه دیگه. بله خانم. مثلا من نمیتونم برات مشکل درست کنم؟ میتونم دیگه، مدیرتم. میتونم اخراجت کنم یا یه کاری کنم که مردود چی؟ درسته؟ پس برو با بابات حرف بزن، بگو خانم مدیرمون گفت شرایطمون جوری نیست که این پولو بدیم. اگرم داشتیم پول زور نمیدادیم. برو با بابات صحبت کن، میخوام فردا با خبرهای خوب بیاد. چشم. کار تموم شد؟ میگم وضعیت مالی خانواده دختر چجوریه؟ بد نیست. چرا انقدر ریزه میزه است؟ خانم یه چند روزیه میخوام یه چیزی به شما بگم.
نمیدونم بگم یا نگم. چی؟ خانم تو رو خدا با اینا در نیفتین. با کی؟ پدر این دختره عباس، اصلا کل جعفر آبادی ها. خانم شما شوهرتون مال اینجا نیستین، اینا رو نمیشناسین، اینا بد طایفه این، خدا نکنه با کسی به اختلاف بار بخورن. اصلا این دختره میدونی چرا ریزی میزه است؟ به خاطر اینکه از شناسنامه‌اش 3 سال کوچکتره. شناسنامه‌اش مال خواهر بزرگترشه. 3 ساله بود مرد، پدرش کشتش. عباس توی دعوای طایفه‌ای بچه رو بلند میکنه میکوبه زمین، بعدم میره پاسگاه میگه بچه ما رو تو دعوا کشتن. دعوارم برد، مرد رو انداخت زندان، دیگه‌شم گرفت. خلاصه چی بگم؟ تو رو خدا با اینا در نیفتین. رضا یه وقت اگه پولی چیزی خواستن بهشون بده، سخت نگیر. بذار کارمون رو راه بندازن تو رو خدا. اگه خجالت میکشی نمیتونی بگی، حامد با خودت بردار ببر. خب؟ من اصلا 4 روز خونه نبودم، میتونم ثابت کنم. آقا جان من که نمیگم تو این کار کردی، که تو یه نگاهی به این قرارداد بکن، امضای توی دیگه. اینجا دقیقاً استثناءات نوشته: سرقت، اختلافات محلی، آلودگی شیمیایی. نتیجه آزمایشگاه هم میگه علت مرگ ماهی‌ها مسمومیت آب توسط عامل خارجی بوده. یعنی چی؟ آلودگی شیمیایی عمدی. آقا این یه حادثه نبوده، اداره بیمه هم علیه خسارت نمیده که، دست بال ما اینجا بسته است. برای شما حادثه نیست، زندگی من داره نابود میشه. آقای عزیز، بفرمایید بشین. چه توش میکنی؟ من میدونم تو خسارت دیدی، ضرر زیان دیدی، ولی به جای این کارا کسی رو پیدا کن که این بلا رو سر تو آورده، یقه اونو بگیر. من تو رو میفهمم. آقای ریس هستش؟ یه کار فوری پیش اومده، یه دقیقه باش کار دارم. آره قربان تو برم. الان بار میگردم. من میدونم که تو آدم آبروداری هستی، زن بچه داری، الان گرفتار شدی. با رئیس هم صحبت کردم، یک راه حلی پیدا کردم. در قانون یک استثنایی وجود داره. تو برای اینکه از این استثناء استفاده کنی احتیاج به 2 تا نامه داری. نامه اول اینه که باید راه بیفتی بری زندان، یه نامه از اونجا بگیری که در اون تاریخی که آب مسموم شده بود تو داخل زندان بودی. البته باید میدونی که موقع داخل زندان نبودی، ولی ما میپذیریم. نامه دومی که باید بنویسی برای اداره برق منطقه است. اون نامه رو باید برداری ببری اونجا، اونا تایید بکنن. اون آقای کارمند یه چیزی هم بهش بدی که اون تایید بکنه که در اون تاریخ 10 ساعت برق منطقه کلا قطع بوده. بعد همه مدارک نامه ها رو میاری پیش من میبرم کمیسیون، همه خسارتی که نه یه بخشی از اون خسارت بدونم برات بگیرم. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. خدا مشکلات همه رو رفع کنه، مشکل تو رو رفع کنه. ببخشید بابت این کمک من چقدر باید پرداخت کنم؟ خواهش میکنم بفرمایید بیرون، نیازی نیست قربان. بفرمایید.
بابا ایکس باکسی چش داره که ما رو میبینه. مثلا الکی من یه مش بزنم صورت تو، اونجا نشون میده یه مش زدم تو صورت تو. خیلی باحاله. مامان جان این دستگاه گرونه. گرونه؟ آره دیگه من پرسیدم گرونه. حالا کجا دیده بودی این دستگاه رو؟ مامان کار داشت، بعد من گذاشت خونه دوستم، اونجا بازی کرد. تهران که بودی؟ تهران؟ آها تهران بودم. واسه هم میخری بابا؟ پسرم واسه خریدنش باید برنامه ریزی کنی. خب؟ میخرم بابا، فقط باید بذاری یکم دست و بالم باز بشه. بذار بهش یه قولی نده نتونی، بعدا منو دیوونه میکنم. بده من. میخرم براش دیگه. نه خانم، مسئله مهمی نبوده، یه مقدار حرف دوستانه بوده. چی میگه؟ خانم ایشون مدیر مدرسه هستن، از حرف زدن با بچه شما منظور خاصی نداشتن. خانم این کار شما اصلا درست نیست. چی میگه؟ باباش نمیذاره بیاد مدرسه امروز؟ نه کلا. یعنی چی کلا؟ گوشی رو بده. الو 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 قطع کرد. نره اداره شکایت کنه. چی شکایت بکنه آخه؟ دو روزی که شوهرش میدم میره سر خون زندگیش. مردی که یه ترسو میری پشت سر زنت خودتو قایم میکنی؟ اگر یه بار دیگه زنت به خونه من تلفن بزنه زندگی تو سیاه میکنه. ببخشید میپرسن کارتون چیه؟ میخوام زمینمو بفروشم. سند تو گروی بانکه؟ بله، به خاطر وامی که 2 سال پیش گرفتم. با اولین پرداختون بدهی بانکو میدم، سندم آزاد میکنم. مشکلی نیست. ما الان یه قولنامه تنظیم میکنیم، یه مبلغی رو پیش پرداخت به شما میدیم، یه سری از مشکلاتتون برطرف میشه. ولی چون سند در رهن بانکه، شما باید به ما وکالت بدید، اول سند آزاد بشه، بعد ما بقیه مبلغ رو پرداخت میکنیم. فقط باید عباس شکایتش پس بگیره. شکایت عباس شخصیه، ربطی به شرکت نداره. به هر دری زدید این ملک از دستم در بیارید. حالا که دارم میفروشم پس بگید نگهبانتونم شکایتشو پس بگیره. سلام علیکم، وقت شما بخیر. متشکرم. راجع به اون ملک تنور سایز. بله بله.
آقای مدیر عامل صحبت کردم. ایشون نظرشون این بود که با توجه به وضعیت اقتصادی شما و مشکلاتی که تو کارتون پیش اومده الان واقعا صلاح شرکت نیست که با شما وارد این معامله بشه. یعنی نمیخوای زمین منو بخرید؟ عرض کردم خدمتتون الان زمان مناسبی نیست. موکلم هم دلش نمیخواد یه کاری کنه که وجه شرکتش خراب بشه. فردا حرف در میاد که یکی از اهالی پول لازم بوده و شرکت فریبش داده و مالشو بزخری کرد و از اینجور حرفا. مگه شما میخواید بزخری کنید؟ ما همچین قصدی نداریم ولی مردم حرفشونو میزنن. ببخشید. احساس میکنم حرفای من خیلی شما رو ناراحت کرد. جسارت نباشه، میفهمم گرفتارید. من بابا کمک میگم. من میتونم شخصا ملک شما رو خریداری کنم. البته توان مالی من به اندازه شرکت نیست ولی میتونم به نصف مبلغی که پارسال به شما پیشنهاد داده بودن بخرم. پارتامه. فکرتون رو بکنید، تصمیم بگیرید، در خدمتم. تو شورا یه آدم سفت و محکم میخوایم، کسی که نتونم بخرنش. دهدار از خودشنه، خریدنش. نمیتونم، گیرم. تو بیا جلو، بقیهش با من. برای دی عباس تقاضای احضار کن. وام بانکم که پول دولته. یه چیزی بذار کف دست کارمندا، میندازنش عقب. برای ماهیات شکایت کن، خسارت بگیر. باید برشون دردسر درست کنی. نظر لطو پارت کنن، نه جنبی زمینامون از چنگمون در میارن. موبایلتو چرا خاموش کردی؟ باتریش تموم شده بود. صبح عباس اومده بود در خونه، نمیتونستی یه زنگ به من بزنی؟ تلفن میکردم میگفتم بیا مواظبم باش. رضا هر کاری میکنی داره برمیگره تو زندگی. سند امروز تو مدرسه دعوا کرده. چی شده؟ پسر رئیس پاسکار حسابی کتک زده، سرشو شکونده بردنش بیمارستان. منم هرچی میپرسم چرا جوابمو نمیده. فردا اگه نری مدرسه‌شون نمیذارم بری سر کلاس. بریم.
میشه یکی لنگه خودت. خبر دارم که خانم شما تو دبیرستان دخترانه منطقه ما مدیر هستن، یعنی در واقع همکار ما هستن. شما هم که به هر حال ارادت داریم. البته اگه خاطرتون باشه سالها پیش که از تهران تشریف آورده بودید با هم دیگه توی دانشکده بودیم. البته من سال بالایی شما بودم. به هر حال از مشکلاتی هم که اخیراً براتون پیش اومده بیخبر نیستم. میدونی خب منطقه کوچیکه، خبر از زود میپیچه. اینا رو به خاطر این گفتم که اگر حرفی زدم فکر نکنید که در هوا چیزی دارم میگم. خواهش میکنم. ناراحت نشید، ولی به نظر من پسر شما تربیتش ضعیفه، شروره. شما بر چه اساسی همچه حرفی میزنی؟ اولش که گفتم ناراحت نشید. خب به هر حال من 10 سال تو آموزش پرورش هستم، معلم بودم، ناظم بودم، الان یه چند مدتی هم هست که مدیرم. در واقع یه جور روانشناس کودک هستم. بار اولی که سهم تو مدرسه همچین مشکلی پیدا کرده. ایشالله که آخرین باره، ولی یکی از همکلاساشو به حد مرگ کتک زده. 9 تا بخیه خورده پیشانی بچه. سهم پسر شما. من باهاش حرف زدم. به من گفت که به ناظم مدرسه گفته راجع به حرفایی که همکلاسیش بهش زده شکایت کرده، اما اهمیتی ندادن. بعدم اون نمیخواسته بزنه. سهند داشته از مدرسه میرفته بیرون، همکلاسیش جلوشو گرفته، سهندم سعی کرده که ازش رد بشه، خورده زمین، سر شکسته. این حادثه است. این داستانی که برای شما تعریف کرده. سهند دروغ نمیگه. اصغری 4 الف. اصغری بیا دفتر مدیر. مشکل اول ما تو مدرسه اینه که همه پدر مادرها فکر میکنن که بچه هاشون بهترین بچه های دنیان. دومین مشکل اینه که قبول نمیکنن که خودشون اولین الگوی تربیتی بچه هاشون هستن. بهش بگم هر کی زد تو سرت گردنت هم خم کن بگو ممنون. هنوز همون آدمی، همون آدم زمان دانشگاه، قهرمان بازی. اگه از من میپرسی میگم هنوز داری چوب شلوغ بازی های دوران دانشگاهتو میخوری. مدرکتو ندادن، الانم باید از صبح تا شب تو اناگوی ماهی یا سگ دو بزنی. اینجوری کردن تو خم کنی جلوی من بشینی. وظیفه دارم بهت بگم، این بچه رو لنگه خودت بار نیار. اجازه. بیا تو اصغری. به آقا بگو که سهند چجوری همکلاسیشو کتک زد. وقتی که داشتم رفتم خونه دیدم سهند داشت علیو میزه. داشتم رفتم به طرفش بهش بگم برو کنار نزن. سنگو برداشت رفت علیو دوباره زد. اگه نمیتونی عذرخواهی بکنی من میرم عذرخواهی میکنم. نمیخوام عذرخواهی کنم. سهم مدیر میگه تا وقتی که بابا این پسر زنگ نزنه این مشکل حل نمیشه. یه معذرت خواهی کن تمومش کن. میخوای اخراجت کنن؟
ببین سهم، من به اندازه کافی مشکل دارم، تو دیگه مشکل رو مشکلات هم نذار. الان میریم پاسگاه، یه عذرخواهی ساده از بابای دوستت میکنی، اونم از همونجا زنگ میزنه با مدیر، همه چی تموم میشه. بیا پایین. با رئیس پاسگاه کار دارم. چیکارش داری؟ کار شخصی دارم. نیستم، رفتم ماموریت. کجا؟ قبرستون. هست با رئیس پاسگاه کار دارم. الان سر شلوغه نمیتونم. چقدر طول میکشه؟ نمیدونم چقدر طول میکشه. میتونم منتظر شم؟ اگه دوست داری وایس، ولی فکر نکنم الان کارش تموم شه. اسخری مرسی. از صبح کلی مکافات داشتیم اینجا. چی شده؟ یه نامسلمونی مرده، ما رو فرستادن نذاریم اینجا خاکش کنیم. خودکشی کرده. یه دختر دبیرستانی بوده، از که هم مدرسه اخراجش میکنن، میزنن خودشون نفره میکنن. حالا اگه اینجا خاکش کنن چی میشه؟ نامسلمونه تو قبرستون، مسلمونه که نمیشه خاکش کنن. میترسن یواشکی قاطی مسلمونا بره بهشت؟ درست صحبت کن، خود مسلمون نیستی. جنازه برمیگرده سردخونه. خودمون خبرتون. همینجا باش تا منطقه آروم بشه، بعداً بیا پس کن. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ با پسرم هستم. اومدیم خدمتتون برای عذرخواهی راجع به قضیه مدرسه. شاخ این بچه رو باید شکست. بیارش پاسگاه. حرکت کن اصلا. زیر بغل تو بکش. بدن تو بکش. گردنه زیر چونت قشنگ تمیز کن. گوشات توشم تمیز کن. این گوشه خوبه. صورتت محکم تر. شوناتم تمیز کن. اون شونه خوش. گردنه چطور بشو. چنگ بزن. یه زیر دوش. چنگ بزن قشنگ سرتون. تو دوش آدم تمیز کن کف نمونه. بابا حدیث
برای دعوا نیومدم، اومدم معذرت خواهی. بی غیرتی. اول برو ناموس تو از خونه این اون جمع جور کن، بعد بیا. گم شو. رضا حالت خوبه؟ چی شده؟ مردی که عباس چی میگه؟ چی میگه؟ خونه یکی رفتی که عباس من میگه ناموسمو جمع کنم. چی میگی تو؟ معلومه داری چه غلطی میکنی؟ با من درست صحبت کن. جواب منو بده. میگم کجا دیگه تو رو؟ واسه کارای مدرسه رفته بودم خونه سماوات. تو غلط کردی بدون اجازه من رفتی خونه اون کثافت. یه جلسه کاری بود درباره مشکلات مدرسه. سماوات آدم حکومته، با نفوذه، پول داره. تنها کسی که میتونه از این وضعیت نجاتمون بده اونه. سماوات گوه خورده که میخواد مشکلات زندگی من حل کنه. چی میگی تو؟ زندگیمونو به گوه کشیدی، طلبکارم هستی؟ چرا نمیذاری یکی کمکمون کنه؟ چرا انقدر لجبازی تو؟ همه چی نابود کردی، رفت بسته دیگه. رضا، من اصلا نمیدونستم عباس اونجا کار میکنه. اصلا نمیدونستم سماوات سهامدار شرکته. سقف چند تا از کلاسا چیکم که واسه تعمیراتش پول میخواستم. بهش زنگ زدم گفت بیا چک بگیر. رفتم اونجا چکمو بگیرم، من در مورد مشکلات اون باش سلام مشورت کنم. رضا با تو هم. اصلا میدونی چیه؟ تو نمیتونی مشکلاتت حل کنی، از من بهونه میگیری. میخوای فرار کنی. همیشه همینجوری هستی، مشکلاتو درست میکنی بعد میذاری میری. جربازه نداری مسئله حل کنی، بذار من حلشون کنم. دیه رو که باید بدی. گواهی پزشکی قانونی رو پرونده است، کارش نمیشه کرد. گواهی غیر واقعیه، دستش نشکسته بود. شاهد دارم. حق الوکاله اثبات غیر واقعی بودن این گواهی از مبلغ دیه شاکید بیشتره. اما در مورد شکایت داد همسایت بابت کشتن ماهیا، من توی این برگه ها چیز محکمه پسندی نمیبینم. این آقا با من خصوصیت شخصی داره، میتونم ثابت کنم. اون چیزی که باید ثابت کنی اینه که این آقا اومده و ماهیای تو رو کشته. شاهد عینی داری؟ دوربین مدار بسته داری؟ ردی ازش به جا مونده؟ نظر من ادعا قابل اثبات نیستش. من اگه جای تو بودم میرفتم با همسایم صلح میکردم. وقت و پول و انرژی هم هدر نمیدم. سلام، من رضام، دوست امید. مستجیب قبلی از اینجا رفته. بفرمایید. ببخشید خانم دوباره مزاحم شدم. شما آدرس چیزی ازشون ندارین؟ نه ندارم.
100 بار بهش گفتم امید جون یه خود روش اجتماعی کار کن. ایکیو تو این شرایط اقتصادی با این حقوق معلمی زن بچه این چه کاری بود کرد؟ چی رو میخواست عوض کنه؟ چیزی تونست عوض کنه؟ بشینی سر کلاس این حرفا بکنی تو کله بچهای مملکتی بیفتی زندان؟ زن و بچه بی پول بی پناه آواره. تو این دور زمونه خیلی زرنگ باشی دستتو میذاری رو سر خودت کلاتو باد نبره. حواست به این دلاره هست؟ سینکی باش؟ نوشابه چه رنگی؟ سلام تو ماشینه سارا ببین بدو سلام. سلام اینجا چه کار میکنی؟ نصف شب ریختن خونه بردنش. صاحبخونم گفت حوصله دردسر نداره. انداختمون بیرون. ترجمه‌ام که کفاف زندگی رو نمیده. کاش بهم خبر داده بودی. چی کار میخواستی بکنی؟ همه دوستاش یکی یکی عقب کشیدن. هر کدوم به یه بهانه‌ای. گفتم حتما شنیدی بخوای خودت سر میزنی. اصلا نمیدونستم. این چند ماه خیلی گرفتار بودم. هر کسی مشکلات زندگی خودشو داره دیگه. حالا چی میگن؟ چی میگن؟ اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام، جمعاً میخوره 6 سال. 6 سال؟ دیگه اجازه تدریس هم بهش نمیده. یادته یه بار با امید تو کارخونه سر کیفیت غذای کارگرها اعتراض کردیم بازداشت شدیم؟ یادت از بازداشت که در اومدی چی به من گفتی؟ گفتی به این نتیجه رسیدی تو این مملکت آدم یا باید ظالم باشه یا مظلوم، چون گزینه دیگه‌ای وجود نداره. اما گزینه دیگه‌ای وجود داشت. رفتی شمال، مزرعه تو ساختی، خونه زندگی درست کردی. کاری هم به خیر و شر کسی نداری. به دلم مونده یه هفته بدون اضطراب بشینم پشت میز کارم کتابی که دوست دارم رو ترجمه کنم. آخرین بار کی دیدیش؟ هفته پیش گذاشتن یه چند دقیقه ببینمش. یه رمان شروع کرده. کاش میتونستم اندازه امید قوی باشم.
خاموش کن. مگه نمیخوای بریم حرف بزنیم؟ معذرت میخوام. با معذرت درست نمیشه. باید حرف بزنیم. زندگیمون داره از هم میپاشه. وایسا. دارم ازت معذرت خواهی میکنم. مگه چیکار کردم؟ رضا تو چته؟ خاموش کن. میخوام همه چی رو درست کنم. اینجوری با داد و فریاد میخوای همه چی درست کنی؟ 500 تومن پول لازم دارم. واسه چی؟ لازم دارم. ندارم. حدیث من 500 تومن پول لازم میگم دارم. ندارم. حالا بذار شب با هم حرف میزنیم دیگه. الان میخوام. من الان 500 تومن پول از کجا برای تو جور کنم؟ یعنی تو این مدرسه به این گندگی 500 تومن پیدا نمیشه؟ رضا داری چی کار میکنی؟ لازم دارم. بهت پس میدم.
2 1 چه میزنی همش دو دستی میگیری رضا کی بود؟ پسر عباس. چی میخواست؟ عباس رو گرفتم به خاطر مواد مخدر. به ما چه ربطی داره؟ میخوام سندو برداری چند روز بری خونه داداشت. چرا؟ رضا اونا آدمای خطرناکی هن. به بچه های خودشون هم رحم نمی کنن. میگه نمیخواستی به جنگم. دارم می جنگم دیگه. جمع کن وسایلتو. دیروز که بلبلی گرفتار شدن عباس آمد همه جا حرف تو هست. باز بجنبی. 2-3 روز از زندان درش میارن. الان مثل مار زخمیه. برو پیش سماوات بهش بگو خبر داری که تریاک مصرفیشو عباس برای اون جفت و جور میکنه. بهش بگو نمیخوای برای اون دردسر درست کنی، ولی اگه شرکت بخواد بازم از عباس حمایت کنه پای همه اونا رو میکشی وسط این پرونده مواد قاچاق. تهدیدش کن. مجبوره که عباس بندازه بیرون. سماوات این وسط چیکار است؟ شرکت یعنی سماوات. سماوات همه کار است.
یکی 3 روز مهمونت بودم اونجا. گفته بودی اگه کاری باهات داشتم بیام سراغت. چقدر جنس بده؟ 3 گرم. 2 میلیون جریمه، 70 ضرب شلاق، 5 سال حبس. ولی راه داره. اگه بار اولش باشه. بار اولشه. سرکی سر شل کنه، یه هفته میاد بیرون. یه هفته؟ شریکشی؟ میترسی لط بده. گفتم که رفیقم. فردا یه نفر تو دادگاه بهت معرفی میکنم. کارتو درست میکنم. یه مشکل دیگه هم هست. این رفیق من خیلی گرفتاره. 40 ساله که میکشه. بهش نرسه داغون میشه. بهش بگو سلام سلام رسون. گفت نگران نباش. من پشتتم. ساس هم میخوای بریزم روش؟ آره؟ سلام. سلام. برو بخل دوی. بیا آروم. تو نمیای؟ نه ممنون. خداحافظ. خداحافظ. بذار بیام خونه چند تا دیگه لباس بردارم. باشه چند روز دیگه. مواظب خودت باش.
صدا در بیاد برات درد سر درست میکنم. میگم در جریان همه چی بودی. پولشو گرفتی. درد سر درست نکن. بچسب به زندگیت. عاقلانه رفتار بکنی برات جبران میکنم. تسلیم کنم. عقل کار کردی که آمدی. اینجوری هیچ کس به تو شک نمیکنه. کاری میکنم که دهدار اینجا بشی. دنیا خوب شکنی حواست جمع کن. اونی که دمایات مسئول کرد تطور بیندیزی بیچونی عباس طور بریم ببگیم مواظب خودت باش. آتیش عجب دنیاییه. آدم از یه ساعت بعد خودش خبر نداره. آقای سماوات ازم خواست بهت بگم رویه شرکت عوض شده. دنبال یه جایگزین برای عباس هستیم. نظرش اینه حالا که میخوایم زمین تو بخریم شاید اصلا بهتر باشه بشی نماینده شرکت توی منطقه. روی این پیشنهاد فکر کن.